یعنی صبر کنید برای اینکه این ابتلا همه زماننده بود. همین خیلی چیکار میکردن قدمند، یعنی قریبا مونده گفته حرکتی اومده چی میکردن، یعنی از مفرق سرش فرق سرش اره مونده چی میکردن، یعنی بریده دو به تقسیم میکنند تا که چی دینت گرد گفته، دینت گرد گفته. با دیگه حالتاش چیکار میبستند دوستون به شونه های از چی کرده، یعنی از هم مثل کرده کاری که شونه میکنن از بدنش. وقتی که شونه میکنن چی میکنن، تمام پوستای کنده گوشتای میکنن میخوان. ها همین چی میگفتن، یعنی چی میخواستن اوای ها از دیناتون گارید گفتن، دیناتون ترک کنید گفتن که وای ها چی نمیگشتن. این چی بود، یعنی الله چی میکند، یعنی امتحان میکنن میخواد. همین وقتا انسان صادق باشد، همین اند چی میشد، یعنی همین شرط لا اله الا الله روی آب میبره. انسان یا که دروغگو یا که چی دروغ، یعنی چی یا که دروغگو، صادق یا که دروغگو. هم بیانه چی میشد، یعنی صدق باید که احسب الناس ان يتركوا يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. هم میگه برای همین این دروغ یعنی صدق دلنده هیچ وقت، یعنی صدقی که باشد اگر هیچ وقت یعنی انسان چه دین ترک نمیکنه، الدین یعنی چی نمیشد، یعنی زحزحه دین به نمیتید، یعنی هیچ وقت در دین سنت و واجبای هیچ وقت ترک نمیکنه، صبر میکند. ها برای که دلش همین نفت که همین عقیده که این آدم های همین انده استوار، همین حق صادق پیشنده فهمید قولش انده چی صادق، قولش به چی وای آدم صادق. برای همین این گفتیم دروغ این چی صفت منافقه. اول سوره بقره چند آیت اومده، اولی سوره بقره بس چی صفت منافقه ساشته. و من الناس من یقول آمنا وهم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. يعني منافقة صفتي كوين منافقة. ها چی میگویند وایها يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. نگرید یعنی دروغ گفته صادق ایمان آورده میگوید لیکن حقیقتا چی ایمان نآوردگی، ایمان آورده میگوید لیکن حقیقتا در چی ایمان نآوردگی، ایمان آورده میگوید لیکن در حقیقت امر چی ایمان نآوردگی. هم درباره صفت منافقا یعنی این عکس گفتیم صادقا ضد صادقا منافقا. یعنی درباره منافقا چقدر آیات اومده، سوره بقره، سوره آل عمران، سوره نساء، سوره انفال، سوره توبه، بلکه سوره خاص اومده نام سوره چی سوره المنافقون. ها سوره چی اومده منافقون اومده. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. لكاذبون اتخذوا أيمانهم. نعم أول يقوم سورة المنافقون. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله. يقول منافقون میگن با میگن که شهادت میدید ما شهادت دادیم که تو رسول الله هست. الله میگه والله يعلم انك لرسوله، الله میداند که تو رسول الله هستی. لیکن كذلك الله میگه که والله يعلم ان المنافقين لكاذبون. این چون میداند که منافقا چیان کاذبان، دروغگوی هستند. یعنی برای همین دروغ میبینید کم تر یک چی شد مباشرتا چی میکند، یعنی از رسول صلی الله علیه و سلم رو میگردوند. چقدر رو میگردوند؟ حیات رسول صلی الله علیه و سلم انده وقتی که احد برافت استاده بودن کم تر ترس و وهمه که دیدن پرت افتادن و گشتن. یعنی امروز چقدر روی میگردوند؟ از سنت می روی میگردوند. کم تر چه شد مباشرتا سنت ترک کردن، امر سنت ترک میکنه. کم تر یک دیگه یعنی یک چیزی یک کم تر خوف شد، یک ترس شد، یک گاب شد، یک چی شد مباشرتا او این سنت هنچی این واهمه مباشرتا چه سنت ترک کردن. ها این درو این کنی صدق کنی ثابت. این هم حقیقتا یعنی از این مثلا چه فای طرف به برافسوس منم میبرم. ها یا که مثلا هایکه خیلی چیزا فتنه ها به داده میشن، امتحان یعنی فهمید فیلم به داده میشه، یا قول به داده میشه، فهمید همه این یعنی فهمید معناش همه این چی میشه، یعنی دروغ میشه دامش، این صدق به منافی میشه دامش. فهمید همیشه چی میشه، یعنی صدق به چی میشه، یعنی منافی میشه. صادق یک خودت مونی که صبر میکنی، یک خودت مونی که چی دینه نباید که چیکار کنی، یعنی صبر کنی. فهمید هم بیان این صفت منافقا یکی همین شرط جواب نآوردن، ها همین جواب نآوردن چیکار میشه، یعنی حالتی و وزمین ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. از هم وزمین ترین درک عذاب شکنجه جهنم برای کیا؟ برای همینایی که ایمانشون دروغ میگویند.
چی میگن یعنی دروغ میگن. یعنی آدم باید که منهجنده عقیدند صادق باشد، صادق باشد، هیچ وقت یعنی یک چیز توی از این منهج نگردوند باید که فهمید. یعنی این یک چند نمونه باید که این چیزه یعنی آدم شعور کنه این چیزه، فقط خوندن نه، باید که عمل کنه این چیزه. یک منهجنده بعضی یک آدم میبینید که منهج ترک کردن، برای چی بیاد؟ برای که دیمان یعنی که من کذا مثلا یک ریزی مثلا خطاگی دید، یک ریزی چیز مباشرتا رو میگردونه میبرود از منهج، از عقیده گشته میبرود. همین اندازه نزدیک شیخ ربیع قولش شونده تو یعنی سوال میشد که یعنی برای چی مثلا بعضی ها حقیقتا منهجنده بودو لیکن برای ترک کرد گچ میشد، یعنی میگه که صدق نبودن، صدق نباشد آدم یا شبهه یا که شهوات به افتاده غرق شده میبرود. برای آدم قولش انده دائم صادق میماند. فهمید این چی بود؟ یعنی شرط چی بود؟ شرط پنجم لا اله